بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قبل از هر چیزی، هر سخنی، عید سعید فطر را به خدمت همه حضار گرامی، مردم عزیز و دوست داشتنی زاهدان تبریک و تهنیت عرض می کنم و از این تریبون به همه مسلمانان که اعتقاد به ماه رمضان دارند و اعتقاد به این عید دارند، به همه عید سعید فطر هم از جانب خود هم از جانب این مردم عزیز تهنیت و تبریک عرض می کنم. یک ماه رمضان را به دستور الله تعالی مسلمانان روزه می گیرند در دنیا و پایان ماه مبارک رمضان اولین روز شوال را الله تعالی عید اعلام کرده برای مسلمانان که مسلمانان در این روز جشن میگیرند، شادمانی میکنند، لباس نو به تن میکنند و عیدشون، مراسم عیدشون را با برگزاری نماز و گفتن تکبیر و با دعا و نیایش برگزار می کنند. این نعمت پروردگار را که ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان و شبهای قدر ماه مبارک رمضان که الله تعالی ارزانی داشت و عنایت کرد، مسلمانان این نعمت را در این روز که روزه گرفتند و دستور الله تعالی را انجام دادند جشن میگیرند و اظهار خوشحالی میکنند. و در احادیث شریف آمده است که فرشتگان و تمام راهها ایستادند به استقبال روزه‌داران که برای نماز می آیند، به استقبال مسلمانانی که عیدشون را جشن میگیرند و به آنها تبریک میگویند و آنها شاد باش میگویند که شما دستور خدا را انجام دادید و پروردگار خوشنودند، راضیند از بندگانش که فرمان خدا را انجام دادند، دستور خدا را انجام دادند، اطاعت کردند و بندگی کردند. الله هم خوشنوده و رحمتش را نازل میکنه امروز بر این جمعیت در این مراسم و همه جایی که روزه گرفته شده. مسلمانان روزه گرفتند و امروز در مصلاها نماز برگزار میکنند. هم خدا راضی و هم فرشتگان راضی‌اند و دعا میکنند، دعای خیر میکنند و هم وجدان امروز راضیه، وجدان همه که الحمدلله ما ماه مبارک رمضان روزه گرفته ایم. وجدان در عذاب نیست، وجدان ما را ملامت نمی کند
سرزنش نمیدهد و وجدان هم راضی، توی دلمون راضیم، همه راضی که الحمدلله روزه را گرفتیم و قبولیتش او با ما نیست، قبولیتش با پروردگار هست و رحمت پروردگار ناامیدی نیست و امید هست که الله تعالی با کوتاهی ها و تقصیراتی که ما داشتیم امیدواریم از دربارش که روزه را قبول میکنه. و لحاظا این یک فیروزیه که شما بر نفس حاصل کردید، شما بر نفس غلبه کردید و بر نفس فاتح شدید، غلبه حاصل کردید و بر شیطان هم نفس نمیخواهد روزه بگیره و هم شیطان نمیخواهد من و شما روزه بگیریم. اما مخالفت کردیم با نفس و شیطان و رب العالمین پروردگار راضی شدن و خوشنودی پروردگار در این ہے کہ شما قربانی دادید، مسلمانان قربانی دادن، فداکاری دادن، خلاف هوای نفسانی روزه گرفتن. لہذا امروز کسی فیروزه که از دستور خدا اطاعت کرده و فرمان برده و کسی که نافرمانی کرده و بی توجهی کرده است، امروز این عید برای او روز خوشی نیست مگر اینکه معذور باشه. معذور الله تعالی و مریض الله تعالی معاف کرده است. عزیزان میان وسط صفحه و جمعوری اعانه برای بزرگترین مرکز، یکی از بزرگترین مراکز اسلامی و مراکز دینی که برای دنیا ثابت شده مفید هست، دارالعلوم زاهدان و لحظه دست بالا بگیرید و انشاءالله کمک شایسته جمع بکنید و خدا شما را موفق بکنه و از شما قبول بکند و کارتخان هم میارند و انشاءالله حمایت بکنید و دست بالا بگیرید. هرچه شما بدید چندین برابرش را الله در دنیا به شما خواهد داد و ذخیره آخرت شما است و هزاران درجه بالاتر انشاءالله روز قیامت نصیب شما خواهد شد. در هر صورت عزیزان من، روزی که من و شما به ملاقات پروردگار می رویم، وقتی از دستورات خدا اطاعت کردیم، از الله فرمان بردیم و از الله اطاعت کردیم، وجدان من و شما اون لحظه اون زمان هم راضیه، خوشنودیم و همینطور که امروز فرشتگان استقبال میکنن بر حسب اون احادیثی که آمده و شما را دعای خیر میکنند، برای شما دعای رحمت میکنند، به شما تبریک میگویند، او روز هم فرشتگان تبریک میگویند، فرشتگان به شما دعا میکنند و خوشنودن از شما، راضیان و رب العالمین هم خوشنود هست که اطاعت کردید. شما طول زندگی و تمام عمرتون را در اطاعت از الله تعالی، در فرمان برداری از خدا گذرانیدید، از الله فرمان بردید، الله راضیه، فرشتگان راضیان، قلبتون وجدانتون راضیه و برای شما او روز خوشحالی هست که او خوشحالی در دنیا ما امکان پذیر نیست، میسر نیست. بالاترین خوشحالی در وقت موت به دست می آید، به شما میرسه و شما صحنه های جنت را که به همان جنت شما را خوشخبری میدهند که میروید، شما را خوشخبری میدهند فرشتگان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. این صاحبان استقامتن که تا دم موت استقامت کردن، از الله فرمان بردن، بر راه صحیح استقامت کردن، در فکر
تنها منافع دنیوی نبودن، بلکه در فکر منافع اخروی و رضامندی الله تعالی و منافع دنیا هم نیاز ما هست، ولی اصل رضامندی الله تعالی هست، اصل منافع آخرت هست. نباید منافع دنیا را ما ترجیح بدیم از منفعت آخرت و از رضامندی رب العالمین. بزرگترین خوشحالی نصیب من و شما می شود وقتی که خاتمه با ایمان بشود، وقتی استقامت کنید و بر سر راه حق و راه صحیح و راه درست بمانید، راهی که رضامندی الله تعالی هست، راهی که خوشنودی خدا حاصل میشه. وقتی شما منفعتهای زود گذر و زود رس میگذارید و منفعتهای اخروی را اختیار میکنید، آخرت را و رضامندی الله را در نظر میگیرید، الله از شما خوشنود میشود. شما نفس را ناراض کردید، شما شیطان را ناراض کردید و رب العالمین راضی کردید، لہذا خوشحالی برای شما پیش می آید که هرگز تصورش در دنیا نیست. بسیار خوشحالی بزرگه. الله اعلام رضایت می کند، فرشتگان بشارت جنت را می دهند. الله اعلام می کنه که امروز اگر همه عزیزانتون را از شما ماندن، عزیزانتون، من همراه شما، الله همراه مؤمنه و با مؤمن همراهی میکنه بنده صالح را. لذا توصیه بنده به همه شما و همه کسانی که صدای بنده را داران است که خدا را هیچ وقتی از دست ندید. ارزش نداره کل دنیا و منافعش و استراحتش و آرامش و شیرینی های دنیا و خوشی های دنیا که یک لحظه رب العالمین از من ناراض باشد. هیچ وقتی عزیزان من هیچ چیزی را از خدا ترجیح ندید. بندگی خدا را در طول زندگی داشته باشید، با خدا زندگی کنید، هر جا هستید با الله باشید، خدا را در نظر بگیرید و خدا را ناراض نکنید به خاطر منافع دنیوی، به خاطر لذات دنیا، به خاطر سرگرمی های دنیا. شما هیچ وقتی خدا را ناراض نکنید، خدا را داشته باشید. خدا واحد و لا شریکن، بدانید که او تنها ذاتی است که باید مورد عبادت قرار گیرد. با خدا هیچ کسی را عبادت نکنید و در عبادت پروردگار هیچ کسی شریک نگیرید. تنها معبود هست و تنها اله و تنها خالق که همه جهان را خلق کرده و به وجود آورده است. خدا را داشته باشید، توحید خدا را، وحدانیت خدا را همیشه حفظ کنید. از خرافات دوری کنید، گرفتار خرافات نشید. این دین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دین ابراهیمه و این دینی که از خرافات بدوره. این دین حنیفه، یعنی دینی که از خرافات یک سو هست و از انحرافات دوره. در این دین الحاد و خرافات راه نداره و سیره آن حضرت صلی الله علیه و سلم را باید ما همیشه در زندگی خودمون اتباع بکنیم، تابعداری بکنیم، پیروی بکنیم و وقتی که خدا را ما داشته باشیم ما هر دو جهان داریم، چرا که تمام این دنیا و آخرت مال پروردگار هست. خدا حامی من و شما باشه، خدا پشتیبان من و شما باشه، من و شما با خدا زندگی کنیم، حق و حقوق بشناسیم، حق مردم
به حق هیچ کسی ما تعدی نکنیم، به هیچ کسی غیبت هیچ کسی را نکنیم، تهمت به هیچ کسی نزنیم و مال له هیچ کسی را حیف و میل نکنیم و ابروی هیچ کسی را نریزیم، سالم زندگی بکنیم. و آن حضرت همین فرمودند که مسلمان کسی است که همه مردم از دست و زبان او در امان باشند و سالم باشند. حقوق زن و بچه، حقوق زنان، حقوق همه مردم، کارگران و زیر دستانتون را همه رعایت کنید و برای همه حرمت قائل باشیم، احترام قائل باشیم. برای تمام انسانهای ضعیف، انسانهای که ناتوانند، توانایی ندارند، یتیمند، بالاخره به همه رسیدگی بکنیم، به همه توجه بکنیم. چیزی که الله دوست داره، چیزی که دستور خدا هست، چیزی که سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم، ما باید اینها را در زندگی من داشته باشه. دیانت مهمه، دینداری شما را حفظ میکنه از همه آفتهای دنیا و آخرت، از آسیبهای دنیا و آخرت، از عذاب دنیا و آخرت. دینداری شما را حفاظت میکنه. دین مهمه، قرآن عظیم و شان کتاب تاثیر گذاره و حیاتی و مهمه و احادیث آن حضرت و تعلیم آن حضرت بزرگترین سرمایه هم برای ما، سرمایه ملت ما، سرمایه امت ما، سرمایه جامعه بشری. اگر همه بشر و انسان ها بدانن بزرگترین سرمایه قرآن هست و تعلیم زیبای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. و الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند. امروز در شرایطی که ما در کشورمون زندگی میکنیم بله، شرایطی که ما توی کشورمون داریم واقعا شرایط بسیار سختی است و ملت و مردم ما همه به گرفتار مشکلات و مسائلی هستند که یکی از این مشکلات مهم مسائل اقتصادی هست و کشور ما با بحران جدی و با بحران شدید اقتصادی مواجه هست و به اعتباری پول کشور ما این یک بسیار معضل بزرگ شده و معضل بزرگ ایجاد کرده است. تمام سرمایه های مردم را نابود کرده و بسیاری هستند که سرمایه هاشون پودر شده. البته همه وقتی که این سرمایهشون با همین تومان ایرانیه، وقتی که پول ملی ما بی ارزش باشه بالاخره سرمایه‌ای که مردم جمع کردند و داره هم بی ارزش شده است و به نظر میرسه که دولت و حاکمیت به طور کلی ناتوان هست در رابطه با مدیریت این بحران و این بحران نمیتونه مدیریت کنه و لحاظا پول ما رها شده از کنترل و این خطر جدی است و این معضل بسیار بزرگ و هست که باید برای این فکر اساسی بشه. امروز یک مشکلاتی که در کشور ما هست متاسفانه اینه که مسئولان همه چیز را باید از زاویه منافع ملی در نظر بگیرند و منافع ملی حیاتیه و مهمه در همه فرهنگ ها و در تمام تمدن ها و در تمام حکومت های دنیا. چیزی که ملت ها و دولت ها به آن فکر می کنند او منافع ملی هست. منافع ملی از منافع حزبی و از منافع افراد و از منافع طیف ها ترجیح دارد. مهمترین چیز منافع ملیه و وقتی که منافع ملی
قربانی افراد بشه، اشخاص بشه و سازمان ها و ارگان ها بشه و احزاب و گروه ها بشود. لہذا این بحران، این نوع بحران در کشورها پیش می آید. منافع ملی حیاتی ہے. متاسفانه اقتصاد ما و سرمایه های ملی ما مورد دستبرد قرار گرفتند. بسیاری به هر حال از این منافع ملی به نفع گروه و وابستگان خود و یا بسیاری از سازمان ها و ارگان ها تصاحب می کنند و به نفع خودشان استفاده می کنند. این منفعتی که باید به کل ملت برگرده و جز سرمایه های ملیه بالاخره دست به دست قرار میگیره و نتیجهش این میشه که به خزانه دولت و خالی بشه و به دستشون چیزی به دست بیت المال و خزانه دولت و ملت چیزی نیفته. ارگان ها ببرند، سازمان ها ببرند. کشور ایران یکی از کشورهای ثروتمند و غنی هست ولی الان واقعا با چالش جدی و بحران جدی مواجهه و لہذا ملت ناراضگیشون به حق که اعتراض دارن که این چرا به این وضعیت در آید، چرا اختلاس و فساد متاسفانه انقدر دامنگیر بشه و منافع برند به جیب افراد با نفوذ و قدرتمند یا وابستگان اونها یا سازمان ها و ارگان ها هر یک چیزی را تصرف بکنند و نتیجه این بمانه که به هر حال مشکل جدی بشه و بحران پیش بیاید در بعد منافع ملی، در بعد خزانه دولت و خزانه ها خالی بشد و این معضلی هست که بالاخره ملت روی اعتراض داره و مسائل دیگری که در کشور جاریان، عدالت هستند، آزادی ها، مردم ایران خانه عدالت، خانه آزادی های مشروع و مهمن، برحال آزادی کلم، آزادی بیان و باید این آزادی ها را دولت ها هستند که تامین میکنن برای ملت ها، حرفشون بزنن، انتقادشون بکنن، روزنامه نگارانن، اهل کلمن و اینها باید آزادی خودشون داشته باشن. ملت ایران ملت بسیار شریف و ملت بسیار بزرگوار و خوبی هست و این ملت تحمل کردن مشکلات را به خاطر اسلام تحمل کردن، به خاطر آنکه نظامشون جمهوری اسلامی است، اسم اسلام بر سرینه تحمل کردن. ولی آن ملت واقعا خسته شدن، مردم خسته شدند از این وضعیت و نیاز به تغییرات بزرگی در کشور هست. تحولاتی باید در کشور شکل بگیره و صورت بگیره و با این تغییرات های جزئی که بعضی انجام دادن به هر حال برای این بعض مسئولان به این رضایت مردم حاصل نمیشه و مردم به خواسته هایشون نمیرسن و روی این لازم هست که مسئولان امر این مسئله را مورد توجه قرار بدن. درسته ما خوشحالیم از این بابت که روابط با همسایه ها که خواسته همه ما بوده، خواسته ملت بوده که روابط ما با همسایه ها حسنه باشه و اخیراً قدم های در این زمینه برداشته شده است و این عرض کنم چیز خوبی است، اما این نمیتواند که مشکلات کشور را حل بکنه. نقطه مهم آنه که این تغییرات
باید در حد وسیع ما باید با همه دنیا روابط حسنه داشته باشیم، با همه دنیایی که عاقلانه فکر میکنند، درست فکر میکنند. به هر حال ما روابط داشته باشیم و برای منافع ملیمون، برای منافع کشورمون، ولی مهم تغییرات داخلی تا در داخل تغییرات قابل توجه شکل نگیری، رنج ملت و درد ملت و مشکلات ملت حل نمیشه. ما اعتقادمون آن هست که اکثریت قاطع ملت ایران حتی در سطح خود کارمندان و مسئولان دولتی بسیاری ناراضی‌اند از وضعیت و نیروهای مسلح هم در حد وسیعی در نیروهای مسلح ناراضگی از وضعیت موجوده. چرا که اقتصاد وقتی که فلج و مشکلات وجود داره همه تحت فشارن. این حقوقی که میگیرن این کفایت نمیکنه و همه بدهکارن، همه تحت فشارن و مسئولان امر این مسئله را باید دقت کنند و بدانند که ناراضگی خیلی گسترده و خیلی زیاده. و من اگر اینجا آماری بدم شاید این مناسب نباشد، ولی بررسی کردند و خوب میدانم مسئولین که ناراضگی گسترده. ما توصیه من دلسوزانه به مسئولان نظام آنه که با مردم کنار بیاید و به خواسته های به حق مردم تن بدن و اینها ملت ایرانند و به هر حال اینها تا زمانی که همراهی نکنند و ناراضگی باشه به هر حال مشکلات در کشور بیشتر میشه. و لحاظا این ملت الان این نیست که خاموش هست، ملت راضی هست، ملت خیلی رنج، خیلی ناراضگی داره، خیلی پریشانی گسترده هست. و لحاظا ما خیرخواهانه دلسوزانه توصیه میکنیم که باید با این ملت کنار آمد و با این ملت نشست و صحبت کرد و رضایت این مردم گرفته بشه و به هر راهی که این مردم راضی هستند باید این مشکل و این مسائل به پایان برسه و مسئله حل بشه. ما این در رابطه با این جمعه خونین بسیار متاسفیم که گرچه امروز روز خوشحالی همه هست، اما امروز بسیاری از مردم ما بیاد این عزیزانشون هستند که به شهادت رسیدن و عزیزان خود را از دست دادن. امروز همه ملت ایران از این بابت به هر حال رنج به سر میبره، خصوصا خانواده شهدا بیشتر رنجن، مجروحین و خانوادهشون هم رنجن که چرا چنان مسئله برای اونها بدون هیچی پیش بیاید. و لحاظا این جنایتی که در جمعه خونی انجام گرفت گرچه قدمهای برداشته شده اما این قدمها ناکافی بوده و پاسخ به خواسته های مردم عزیز نیست و بازماندگان شهدا و خواسته همه مردم نیست و مردم خواهان اجرای عدالتن، مردم زاهدان، همه مردم ایران که به هر حال از این قضیه متاثرن. خواستهشون همینه که نه تنها او کسانی که مرتکب جنایت شدند و عاملان هستند مجازات بشن، بلکه کسانی که اینا را فرمان دادند و دستور دادند باید به مجازات خودشون برسند. ما از جلوتر تکرار کردیم که از حق یک سر موی هم نمیگذاریم و انتظار نداریم که
از حق ما چیزی بیشتری تعلق بگیره، بلکه همون چیزی که حقه، همون چیزی که عدالته، واقعا عدالت اجرا بشه. و اگر عدالت اجرا بشه هم خدا میبینه، هم مؤمنین میبینن و هم دل مردم تسلی میشه. و ما معتقدیم که همه ملت مردم ایران که در اعتراضات کشته شدن، مسلح نبودن و اعتراض کردند و برای اعتراض اینا کشته شدن، این عرض کنم که کشتن این مردم نه از لحاظ شریعت اسلام صحیحه، هم اینها شریعت اسلام اینا قبول نداره و هم از لحاظ قوانین بین المللی و حتی قانون خود ایران کشتن معترض جایز نیست. و لحاظا باید مسئولان امر شایسته است که برای دلجویی همه مردم ایران که عزیزانشون را از دست دادن، در هر مناطقی بودن، در خوزستان بودن، در مناطق کردنشین بوده، در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و کلیه شهرهای ایران، یا در آذربایجان بوده، در هر مناطقی از ایران بوده است و از هر قومیتی بوده. اینها و وقتی که اگر ما قانون اسلامی را رعایت کنیم و پایبند دین اسلام باشیم، باید به حق و حقوق این مردم توجه بشه و این مردم هم رسیدگی مورد رسیدگی قرار بگیرن. و ما همه ملت درخواست داریم که از زندانی های سیاسی را که به خاطر همه اعتراضات به زندان رفتن آزاد بشن، زندانی ها را آزاد کنید، زنان زندانی، مردان زندانی، جوانان و کودکان و مسئله از طریق به هر حال مسالمت آمیز حل بشه و در نهایت هر چه که ملت ایران میخواهد، مردم ایران میخواهد، اکثریت قاطع ملت ایران، 80% ملت ایران، 90% ملت ایران، هر چه که خواستهشون باشه ما باید به خواسته این مردم پاسخ بدیم. رضایت الله تعالی در رضایت ملت هست و رضایت مردم هست و ما با همین مردم زندگی میکنیم، با همین مردم میمانیم و باید کنار این مردم باشیم و خواسته های اونها را مورد توجه خودمون قرار بدیم. ما امیدواریم که الله تعالی در امروز بهترین رحمت و بهترین برکاتش را بر همه مردم عزیز ایران، بر همه مردم مسلمان دنیا و همه بشریت و انسانیت الله تعالی رحمتش را نازل بکنه. بارها گفتیم که ما دین اسلام به ما تعلیم داده و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سیره برای ما گذاشته است که ما در دعاهایمون همه بشریت تا یاد بکنیم، همه انسانیت تا یاد بکنیم. ما در وقت حق و حقوق و مسائل ملی و منافع ملی مذاهب و قومیت ها را یاد نمی کنیم. معتقدیم که همه ما منفعت مشترک داریم، همه قومیت ها و مذاهب و همه در کنار هم هستیم و بزرگترین خواسته ما منافع ملیه، بعد منافع قومی و خواسته های قومی و مذهبی هست. اجرای عدالت و آزادی های تامین آزادی های لازمه و خواسته های مهم، اینها مال همه هستند. الله تعالی عاقبت همه ما را به خیر کنه. ما خیرخواه ملت ایران هستیم، به تمامیت ارضی کشور تاکید میکنیم، به امنیت کشور هم تاکید میکنیم و معتقدیم که کشور توی کشوری که ما میگه امنیت کشور، معنیش آنه که نباید توی کشور ما جنگ و درگیری باشد، بلکه ما معتقدیم که اعتراضات حق مردمه، انتقاد حق مردمه،
گفتن، سخن گفتن و این حق مردمه. اعتراضات که میگیم یعنی مسالمت آمیز، لحظه به اینها باید تن داد و به خواسته های مردم و در کنار مردم باید، حکومت مردمی در کنار مردم هستند و لحظه ما مردم هیچ وقت رها نکنیم، ویل نکنیم و مردم هیچ وقت از خود نرنجانیم و ناراض نکنیم. ما امیدواریم که رضامندی الله تعالی نصیب همه ما بشود و درخواست دارم که صفایتون بگیرید و عذرخواهی میکنن که دقایق گذشت، نماز شروع میشه و شما از سخنان هم جناب مولانا بدری استاد تفسیر استفاده کردید، هم از شهردار و انشالله صحبتهای شکسته را گوش کردید و الله تعالی به همه ما توفیق عمل نصیب بکند. سفر منظم بکنید و نماز عید مثل نماز صبح هست، فقط بعد از تکبیر اوله ثنا میخوانید، 3 بار تکبیر زوائد هست و بعد رکعت اول، بعد رکعت دوم هست و در پایان رکعت دوم قبل از رکوع 3 بار تکبیر زوائد میگیم و بعد رکوع هست و انشالله نماز عید و بعد همه تون تشریف داشته باشید. خطبه مختصری است و دعایی است و بالاخره نماز جمعه هم در اون مصلی شهر برگزار میشه به جایگاه هر وقتش. برای نماز جمعه همیشه تشریف بیاورید و انشالله نماز جمعه امروز هم برگزار میشه. سفر منظم کنید. سروران عزیزی، توضیح خدمت شما بدم در رابطه با مسئله عید. بالاخره بسیاری توی اذهان است که اینها چطور عید کردند، همیشه این توضیحات نیاز میفته و ما این بدانید که تابع هیچ کشوری بالاخره نیستیم از لحاظ عید، که چرا که این مسئله فقهی هست و تا زمانی که خود ما رعایت نکنیم بالاخره ما عید نمیگیریم. این گذشته را همه مردم میدانند این مسئله را و یک مسئله که ما تفاوتی داریم، استان ما متفاوتی اصلا به طور کلی با کشور متفاوتی و خیلی جا اینه که اینجا فرهنگ نگاه کردن به ما هست. بسیاری در همین روز، همین شب که شب رویت هست، میروند بالای سقفشون افطاری را، سفره را اونجا میاندازند و چنانچه از همین گواهان ما 3 گواهان که از سر سقف رفتن اونجا برای افطاری و ماه را دیدند و به یک دیگه نشان دادند و این فرهنگ کمتره. ما افراد حرفه‌ای داریم که در ما چنان چشم اینا کار میکنه که اینا از اون تلسکوپ ها و دوربین ها بهتر میبینند. اینها با وسائل بسیاری هستن که ما را نگاه میکنن نمیبینن، چرا که اون محل ما را نمیدانن کجایه. ولی افراد حرفه‌ای و افرادی که تو روستاها هستن، تو شهر هم هست که اینها در دیدن ما خیلی مهارت دارن. ما در استان ما بنابر همین در جاهای مختلف رویت شده بود، مقدار رویت ما مشکلات داشت ولی ما را در جاهای مختلف دیدن و پیش علمایشون گواهی دادن. تقریبا گزارشی که اینجا به من منتقل شد، گزارش 30 نفر اینجا منتقل شد و دوستان ما یه هیئتی که علما در راسش بودن، بالاخره اینها دوستان بررسی کردند و یک بخشی را به هر حال شهادت اونها را بررسی کردن، از علما پرسیدن. ما گفته که حداقل یقین حاصل بشه که عید هست و تا یقین حاصل نشده ما نباید تحت تاثیر هیچ شرایطی قرار بگیریم. ما شرایط سیاسی و جوه مسائل دیگر کنار بگذاریم، مسئله فقهیه و مسئله شرعیه
اطمینان حاصل به جامعه که اطمینان حاصل بشه ما بالاخره او زمان هست که عید بکنیم و ما به جامعه دست حاصل کردیم در این 30 نفر که اطمینانمون حاصل شد. گفته افراد دیندار باشن، افراد صالح باشن و افراد مورد قبولی باشن و به همون افراد که حاصل شد به هر حال به همین نتیجه رسیدیم که ما عید اعلام بکنیم و این مسئله شرعی میدونیم که اگر عید نباشه و کسی بی احتیاطی بکنه مسئله سنگینه، مسئله سختی، مسئله آسان نیست، مسئله روزه مردمه، مسئله دیانت مردمه و در این مسئله ما نهایت سعی میکنیم که احتیاط انجام بدیم. آقا بعد حیران میشم بعضی که گواه میاید و اینا عید نمیکنن و نگاه میدارن گواه میاید بگذارید تا آخر به کجا من و شما میرسیم و بالاخره آخر به همین جنبندی و نتیجه رسیدیم که اعتماد کردیم بر گواه افراد که ما عید بکنیم امروز. و این یک نکته دیگر همینه که به هر حال من جا داری که از شما مردم شکرگزار باشم و تشکر کنم از شما مردم و پیش الله تعالی به دربار الله تعالی همین رضایت وفاداری شما، حمایت شما، همکاری شما در مسائل واقعا مثال زدنی هست و بیداری مردم خیلی مهمه که الحمدلله مردم ما بیدار شدن و مردم به سمت دین آمدن. الحمدلله این بیداری در سطح کشور هم بوده و چیزی که ما خیلی از اون میترسیم و نفرت داریم و خدا هم نفرت داره، رسولش هم نفرت داره، این که مردم از دین فراری بدن. هر کس مردم از دین بیزار بکنه، از دین فراری بده، خدا ناراضه، رسولش هم ناراضه و این خیلی بده. بالاخره نباید هیچ کسی در دنیا کاری بکنه که مردم از دین نفرت پیدا بکنن. آن حضرت یک بار صحابی میفرمایند چنان عصبانی شد که در زندگیش آن حضرت اینقدر ناراحت نشده بود. در خطبه داد و بگو بعضی از دین مردم بیزار میکنن، از دین فراری میدن و لحاظا نباید هیچ کسی عملی انجام بده از علما، نباید جامعه علما و روحانیت، علما نباید مردم از دین فراری بدن، علما حکام هم نباید، حاکمان هم نباید مردم از دین فراری بدن و این چیزی که خدا هم این نمیگذاره از این و نمیبخشه که کسی مردم از دین. ما باید مردم به دین امیدوار بکنیم، به رحمت الله امیدوار بکنیم، به نحوی رفتار بکنیم که مردم از دین زده نشه. اسلام در سطح دنیا نباید لطمه از عمل کرده بنده و امثال بنده و امثال مسئولان نباید لطمه به دین اسلام وارد بشه. دین اسلام دین عظیم و بزرگی است، قبل از ما بوده و بعد از اینکه ما بمیریم هم خواهد بود و درخواست من از شما نه، تقاضای دارم از شما که این رسوان خدا را هیچ وقت ویل نکنید و از الله دور نباشید. من از جوانان سطح استان، جوانان سطح کشور تشکر می کنم، از ابراز احساسات، از ابراز محبت شکرگزارم و همه را، دختر و پسر، زن و مرد، توصیه ما آن است که خدا را ویل نکنند، خدا را داشته باشید، مساجدتون ترک ندید، نماز ویل نکنید و نماز همونطور که در رمضان برگزار کردید تا آخر زندگی پایبند نماز باشید و نماز خیلی تاکید شده و احکام دیگری الله تعالی را، دستورات الله تعالی را ما انجام بدیم و آنچه که الله حرام و من قرار داده ما از او پرهیز بکنیم.
دیانت ویل نکنیم برای هیچ کسی از مردم دنیا، چون این دیانت مال الله و به نفع دنیا و آخرت ماست و انشالله پایبند احکام و دین باشید، سالم زندگی کنید. دزدی و سرقت و رهزنی و قتل و سایر گناه که الحمدلله حالا حسابی از جرایم کاسته شده است، به خاطر همین مسائل اخیر که من اشاره می کنم و شما را دعای خیر می کنم و تشکر کردم، همینی که الحمدلله خیلی دغدغه های ما رفع شده از این بابت که مردم به سمت دین آمدن، مردم به سمت بیداری آمدن. توصیه بنده به همه مردم ایران است که به هر حال حرمت صحابه و حرمت اهل بیت رعایت کنه. برای ما صحابه و اهل بیت هیچ فرقی ندارن. ایمان ما همونطور که ما اعتقاد داریم به محبت صحابه، همینطور اعتقاد داریم به محبت اهل بیت و محبت اهل بیت جز ایمان ما هست. محبت صحابه و احترام حرمت به یاران آن حضرت و شاگردان و اهل بیت آن حضرت جز ایمان ما هست و ما به همه توصیه میکنیم مردم ایران که تو این مسائل فکر کنن مسائل و لحاظا بسیاری از مسائل و مشکلات واقعا که مردم باید خودشون فکر کنن به این مسائل و کنار هم باشن. تبلیغاتی که در گذشته علیه یک دیگر انجام گرفته و بر علیه مسلمانان را علیه مسلمانان تحریک کردن به خاطر منافع و این مسائل سیاسی هستند، به خاطر سیاست این کارا کردن و لحاظا مسلمانان باید همه کنار هم باشند. مردم ایران از هر ایل و تباره و از هر دینی هستند و همه مردم ایران بالاخره منافعشون مشترکه و بالاخره باید کنار هم باشند و همه یک دیگر را باید داشته باشند. حرمت یک دیگر را، احترام انسانی یک دیگر را باید داشته باشند و متحد و اتحاد و انسجامشون را حفظ بکنن. من امیدوارم که در امروز الله تعالی پاداش عنایت کنه به همه ما و بهترین رحمتش را الله تعالی در این جمع بالاخره عظیم که امروز تشریف آوردن به نماز عید، الله تعالی بهترین رحمتش را بر شما رحمت ویژه نازل بکنه و توصیه آخر من بنده همینه که همیشه به نماز جمعه حضور داشته باشید و دعا می کنم و پایان دعا درخواستم همینه که بالاخره با آرامش به خانه هایتون تشریف ببرید و بالاخره آرامشتون را کاملا حفظ بکنید.